این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که وسط همه بحران‌ها به ناگهان پوشک لازم میشه و در دیدار با شیخ فری فریاد برمیاره که ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه. او میخواد طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت. بله، این حرفا به خاطر اینه که عظما بد جوری توی بنبست گیر کرده و حسابی سرگردونه. عظما از پوشک بچه میگه اما از نوسان بازار ارز و سود دلار هیچی نمیگه. بازار ارز و سکه همچنان گرفتار نوسان و جو روانی. در چند روز اخیر قیمت ارز و سکه پس از مدتی آرامش دوباره نوسان داشت. این هم تصویر شماتیک از صعود دلار و سقوط ریال. انبار باروت در آستانه انفجاره و توی این شرایط خرچنگ نظام و باقی وحوش خودشون رو به در و دیوار میزنن تا یه جوری جلوی این انفجار رو بگیرن. سومین بار دارم میگم ظلمی که در این عرصه میشود این است که بعضی ها آنچنان تلقی میکنن که تار و پود نظام رو فساد گرفته. این ظلمه. نه خیر، تار و پود نظام رو فساد نگرفت. در هر سه قوه پاکان فراوانی داریم که اصلا لقمه حرام به دهانشون آشنا نیست. جالب اینجاست که جنگ و دعواهای باندی به قدری زیاده که هنوز حرف از دهن یکیشون بیرون نیومده، اون یکی میاد و زیرا به حرفاش رو میزنه. بفرمایید، اینم یکی از کارشناسای تیویریش که به صراحت میگه همه توی نظام دزدن. که بسیاری از مسئولین دولتی ما خودشون تو بخش خصوصی فعال هستن. ببینید این مصداق بارز فساد در غربه. یعنی تو کشورهای صنعتی نمیشود که یک کسی هم تو بخش عمومی بنشینه و هم تو بخش خصوصی. ولی چرا اتفاق میفته؟ چرا دولت این وزیر رو معرفی میکنه؟ یک، چرا مجلس به این وزیر رأی اعتماد میده؟ این دو، برای خاطر اینکه همشون منتفعن از این حضور. اینجاست که دیگه فرصتی برای عد و اطوار باقی نمیمونه و زیر پای عظما خالی میشه. ترس از قیام و وضعیت انفجاری همه مهرهای نظام رو به هول و ولا انداخته. ببینید این نجم آرپیجی توی استبل ولایت چه نمایشی بازی میکنه. و به خاطر تمام مشکلات اقتصادی که نتیجه بی تدبیری مدیران جمهوری اسلامی ایران بود، از همه ملت ایران معذرت خواهی میکنم. سر خودم رو به نشانه معذرت خواهی در برابر شما مردم فرود میام. اینا با این فیلم ها میخوان از سوراخ بحران ها رد بشن، اما حواسشون نیست که دوره این حرفا گذشته و دیگه راه نجاتی براشون نیست. در چنین وضعیتی اونچه که بیشتر از همه خنده داره قمپوز در کردن مهرهای نظامه. طرف خودش چارچرخش رو هواست، بعد میخواد به بقیه سیلی بزنه. اگر انصارالله یمن رو که نیروهای دست بلند جمهوری اسلامی ایران در کنار عربستان هستن، هر موقع آل سعود بخواد پر رویی کنه، اینا سیلی جمهوری اسلامی رو تو دهن آل سعود میزنن. البته الان دیگه همه میدونن که این جماعت از سایه خودشون هم میترسن، چه برسه از دشمن.
باید به این جماعت هوچی گفت اول برید به حاج قاسمتون حرف زدن رو یاد بدید، بعد بیاید برای بقیه خط و نشون بکشید. تو مکن تهدیدم از کشتن که من به خون تشنه خود به خون خیشتن خود هستم. حالا اصل شعر. توی این وضعیت بهترین کاری که این جماعت میتونن بکنن اینه که اصلا هیچ کاری نکنن، چون هر کاری بکنن و هر چی بگن کله پا میشن و مایه تمسخر. البته اگه از دروغ‌ها و جفسازی‌ها و دود و دم‌ها بگذریم، به حرف اصلی آخوندا میرسیم که چیزی نیست جز ترس از خفگی. به هوش باشیم باندهای مافیایی پشت صحنه مؤسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار شدیداً آشفته ارز و سکه، خفه کردن در استخر، ناگهان کلیت نظام را به خفگی نکشاند. فشار که بالا میره، این هشدارها و آژیر کشیدنها هم توی نظام زیاد میشه. مقام اول مشنگای هفته رو باید به این جنتی لعنتی داد که وضعیتش به قدری نابسامان شده که حتی نمیتونه نابسامانی رو ادا کنه. مهمترین محورهایی که من دارم میخوام خدمتتون عرض بکنم اینا چی هست؟ یک، نابسامانی که در مملکت هست. وقتی از بنبست توی نظام حرف میزنیم، این بنبست توی همه زمین ها هست. اولیش هم سرکوبه، بعد عمری بگیر و ببند. حالا ببین برای مقابله با زنها و دخترای میهنمون به چه دلقک بازی‌هایی رو آوردن. دختره میگه آقای قرائتی من یه خود فکل دارم، شما آخوندا ول کنید بالا، ما نماز که میخونیم اسلام قبول داریم، حالا این دوتامون رو ول کن، گیر نده. میگم تو هم به من گیر میدی؟ میگه حاجی آقا ما کی به تو گیر دادم؟ میگم من اگر عماممو 2 سانت بذارم جلوتر هم چی کنم؟ اگر 2 سانت عمامم بذارم جلوتر از تلویزیون بیرونم میکنن، دادگاه ویژه روحانیتم میگیره. چطور 2 سانت من گیر داره؟ خب 2 سانت تو هم گیر داره. البته این دلقک بازی ها فقط به اینجا ختم نمیشه، نمایش های دیگه هم دارن. مدتی پیش الهام چرخنده چند تا زن ورزشکار رو آورد جلوی دوربین و از این نمایش ها باشون اجرا کرد. اگر اجازه بدین، چون فرمودین شما بسیجی هستین، من میخوام که نشان بسیج رو تقدیم شما کنم و که فکر میکنم چون علاقه این جریان رو من توی شما دیدم. اما طولی نکشید که معلوم شد همه چیز پولی بوده و خلاصه گندش در اومد. خانم الهام چرخنده اومد با بچه‌های ما بازی کرد، به بازی رو شروع کرد. به بچه‌ها گفته بودن که شما بیاین کنار ما یه چادر به شما هدیه بدیم، بعد شما یه چادر رو بپوشید و بگین که ما از بعد چادری میشیم. و خب به حال اون شرایطی بود که زمان اول ورزش ما بود، خیلی تازه مشغول می‌شدیم، مدال می‌گرفتیم، شرایط مالی آنچنان خوبی نبود و یه شرایط مالی خیلی خوب به بچه‌ها پیشنهاد داده بود. آخه جلوی دوربین به خانم شهربانو و خانم سهیلا خانم گفتن که بچه‌ها مطمئنین که جو نگرفتتون، خودتون خواستین که بیاین؟ بکنم بازیگر خیلی خوبی هم هست. آره. این هم وابک همش نقش بود، یعنی اومده بود که به بچه‌ها یه مبلغ خیلی بالایی پیشنهاد داده بود، از خونه گرفته، ماشین گرفته و 100 میلیون نفری پول نقد به بچه‌ها. و خب به حال منم اگه بودم میگفتم که خب ما این همه داریم مسابقه میدیم، نه خونه داریم نه ماشین داریم نه 100 میلیون پول تو حساب بانکیمونه، یه چادر میپوشیم و خب خیلی. خلاصه چرخنده نظام میخواست یه آش 100 میلیونی برای اینا بپسه، اما وسطش کار خراب شد.
از روی لو رفتن این نمایش میشه به باقی نمایش‌های سلبریتی‌های حکومتی و پشت صحنه‌های اونها هم پی برد. یه نمونهش این. اولا که شما بگین اگه ما به آقای روحانی رأی نمیدادیم به کی رأی میدادیم؟ اینو به من بگین. خیلی آپشن‌های متعدد خیلی خوبی داشتیم. نه نداشتیم. ما به بهترینشون رأی دادیم و اینکه مردم نمیدونم چرا نمیخوان قبول کنن که وضعیت فعلی مملکت ما به آقای روحانی ربطی نداره. این یه وضعیت خیلی خاصیه که برای مملکتمون به وجود اومده و هیچ ربطی به کسی نداره. البته بعضیاشون هم هستن که پشت صحنه رو میارن جلوی صحنه، مثل این حاج آقا گداپرور که در این وضعیت گرونی و مشکلات مردم از این نمایش‌های محوع رو انداخته. شما گرفتی آقای مبارک. یه خانم دیگه نبود؟ نه خانم آخه پول نمیشه. نه اما خودشون هم میدونن که دستشون برای مردم رو شده و دیگه نمیتونن ادا و اطوار در بیارن. همه فهمیدن که اینا همش فیگوره و پشتش هیچی نیست. این هفته هم مثل همیشه ماییم و شما با یه چشمه جدید از دستاوردهای سال حمایت از کالای داخلی. این هفته کالباس با زیپ شلوار. آقا تو کالباس چی در اومد؟ کالباس مرغوبه دیگه. تو کالباس چی در اومد؟ خدای بگیر. یا خدا، گوشت 90% همراه با شرکتشم بگیر. شرکت چیه؟ بچرخون. این هم یکی از اولین واکنش ها بعد از انتشار کالباس زیپی. آقا وقتی که ما بزرگترین تولید کننده خاویار و اوزونمورون باشیم و تا الان رنگش ندیده باشیم، باید بریم کالباس خشک زیپی بخوریم. واقعا در همین رابطه شخصی با ظرافت خاصی اومد گفت ما دریاهای ما رو اجاره دادیم، ببخشید بعدن گفت اجازه دادیم که صیادان چینی بیان ماهی بگیرن و فقط ماهی‌های حرام رو بگیرن. اما نمیشه از کالای داخلی گفت و سری به ایران خودرو نزد. هر بارم یه آپشن به آپشن ها اضافه میشه. از عجایب ایران خودرو اینجا رو نگاه کنید. الان ماشین روشنه، من سوئیچو در میارم، گاز بده، ماشین کماکان روشنه. حالا چراغ خاموش کن، ماشین خاموش شد. این هم حکایت کالای داخلی و رابطش با کیفیت. این دفعه تیویریش یه سوتی داد، اونم چه سوتی؟ به خاطر تحریم بهشون اجازه پخش مسابقات واترپولوی جام آسیا رو نداده بودن. بعد یکیشون رفته بود داشت با موبایلش برای تلویزیون پخش میکرد که نتیجهش این شد. خب بریم، دوستان گفتم برگردیم. مجددا سلام عرض میکنم. واترپولو ایران چین در محل برگزاری این رقابت. وقت بخیر، خدا قوت. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بله، عرض میکردم که بازی‌های آسیای 2018 جاکارتا روزهای آخر خودش رو پشت سر میذاره. یه چیزی تو مایه‌های این گفتگوی تلویزیونی بود که صدا بردارش فاجعه آفرید. سوتی های کلانشون رو ما میگیریم، باقی سوتی ها رو هم خودشون میگیرن.
موقعی که مدرک کیلویی در دانشگاه تولید بشه، از این جور متخصصا از توش بیرون میاد. کسی که این تابلو رو نوشتهش رو تعیین کرده، تاریخ ترجمه رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرده. به طرف دربند، به طرف دربند. کدوم دانشگاه درس خوندی بزرگم؟ سراغ این ملوینه؟ ام تازه ام یعنی اصلا نه آیه نه ا نه ای، هیچ کدوم معلوم نیست. اینجام سراغ ام ال وین. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی یه جوون کارگر هموطن جلب می‌کنیم که از هیچ خیلی چیزا خلق کرده.